این مثال خیلی جالبی میزنه اینجا، خیلی کمک میکنه موضوع قشنگ تراشیده شه. میگه فکر کن شما یه مهمونی گرفتید، میگه فکر کن شما میزبانید و همه احبابتون دعوت کردید، دوستاتون دعوت کردید که بیاد خونه‌تون، اومدن، خوشحالید، دارید به مهمونا میرسید، اینا احساسات خوبن، این مهمون باشون حرف میزنید، معاشرت میکنید، کیف میکنید، میخندید، بعد یهو صدای در میاد، یهو میرید در میبینید اون فامیلتون یا اون دوستتون که اصلا ازش خوشتون نمیاد پشت دره، میدونید از چشمی نگاه. و اینجا چند تا در واقع انتخابه. یکی این که درو ما باز نکنیم، ولی خب اون خیلی سمشتر از این حرفاست، چمدونش بسته و اومده که مدتی پیش ما بمونه، میدونید باز میکوبه، درو داره هول میده، ما شروع میکنیم گرفتن در، این احساس نیاد تو و مهمونامون هم اون وسط میدونید نه کسی بهشون میرسه نه تجربهش میکنیم. بعد پشت این در وایسادیم، یه ذره دوربین رو ببریم بالاتر، میدونید از اینجا نگاه کنیم که اینجا این خونه است و این دره. مصطفی تلخ اینه که اون کسی که ما داریم در رو فشار میدیم که نیاد تو، مثلا احساس اندوه، آلردی توه کلیل، اصلا ما دربون نیستیم، میدونید اون اونجاست، ما همه عمرمون رو چسبیدیم به این در که اون نیاد. و میدونید از چی غافل شدیم، چی رو از دست دادیم؟ مهمونی زندگیمون. میدونی ما اصلا نیستیم توش، ما تو مهمونی زندگی همش پشت در وایسادیم و مراقب، در حالی که اون توه. من میخوام بگم اگه تو در رو ول کنی و اینو بپذیری که تو کسی نیستی که بتونی کنترل کنی، اون میاد یا میره و اونا میان و میرن، مهمونا ترکیبشون رو عوض میشه، و سعی کنی با همشون بدون این برچسبای قطعی خوب و بد معاشرت کنی. دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد جز غم، که هزار آفرین بر غم با، اگه بتونی تماشاش، اون وقت اینقدر اصلا و غم تنها مهمانهایی نیست که تو در زندگی دعوت کردی، کلی احساس دیگه هست که میتونی باشون کیف کنی.